همسر عالی. آماده باش راکسی. خیلی بود. آماده ای؟ کاملا آمدم. گردم. هی چی کار میکنی؟ من مطمئنم که اینو تو پرت کردی. او ببخشید داداشی ولی سرت بد جایی بود مگه نه راکسی؟ سلام. خیلی خوب بعدم میبینمتون. برو ببینم. رو سگ خالدار ببینم راکسی عصبیت میکنه رفیقاره. اون یه روتوایلره قطعا منو عصبی میکنه. ولی خودمونی تو واقعا ترسیده بودی. تو رکسی چرا امروز اینطوری میکنی؟ معلومات چطور؟ های گل گفتی. خیال من زیاد وقت ندارم. باشه چطوری میتونم بگم من واقعا شاید یکم یه جورایی قطعا عاشق دیلن شدم. تو الان گفتی عاشق دیلن شدی؟ دیلن خودمون؟ واقعا رویاییه. بدبختی مطلق. اون همیشه نگران هم از تو مسئولیت پذیره و راه حل جلوت بایستاده. نه تو باز بهش کمک کنی دالی. تو میتونی انجام میدی؟ چی؟ من فکر کردم شبگرد شدی. ببخشید ولی حالم داره. به هر حال فقط اونا رو با اون چشای معصومت نگاه نکن. اصلا هم قشنگ نیستم. بس کن دیگه تمومش کنه.